هر دختری جهان را نخست از نگاه پدرش می‌شناسد و شاید راز دلبستگی این صحن همین باشد. اینجا آرامگاه بانویی است که شکوه دختر بودن را در سایه پدری چون موسی بن جعفر معنا کرد. امروز پیش از آن که این مسیر به کربلا برسد، روایتش از همینجا آغاز می شود، از کنار یک پدر و یک دختر. من یه بار تجربه سفر اربعین رو داشتم. اون دفعه فرقش با این باری بود که خانوادگی رفتیم، ولی این دفعه تفاوتش اینجا بود که من به همراه پدرم اومدم. در این منظور زیارت حضرت معصومه آمدم که خود حضرت معصومه الگوی بانوان عالم هست و دخترمو بسپرم به حضرت معصومه. اول که تو مشهد بودیم رفتم پیش امام رضا و از ایشون اجازه گرفتم. وقتی وارد حرم حضرت معصومه شدم از ایشون خواستم که کمکم کنن و که همونطور که من دارم قدم برمیدارم به سمت حرم امام حسین، دلم هم به ایشون نزدیکتر بشه. هر سفری با اجازه بزرگترها شروع میشه و خواستیم ما سلام حضرت معصومه رو به امام حسین علیه السلام هم برسونیم.